بسم الله الرحمن الرحیم. درودتان رنادیله. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 136م مهندسی جهل رو با آشنایی با یک کتاب دیگر ترکی آغاز میکنم. امیدوارم این کتاب ترکی قدیمی، منظور چند صد ساله، تخصصی علمی، بتونه کمک بکنه تا ما به خودمون بیایم، بیدار بشیم و بدونیم که در میان ترک ها در گذشته و در میان ترک ها به خاطر اینکه اون عظمت امپراتوری رو حفظ بکنن، بتونن جهان را اداره بکنن، دارای زبان بودند. ما میراثدار چنان زبانی هستیم که میتونه جهان را اداره بکنه. اگر یک ملتی در تاریخ تونسته باشه یه بخشی از جهان رو، بخش کوچکی رو اداره بکنه، یعنی زبان اون ملت دارای اون قابلیت بوده. و اگر یک ملتی بنا به دلیلی اون عظمت گذشته خودش رو از دست داده، نشان میده که توجه به زبان خود در اون ملت کم شده. حالا ما متوجه میشیم که ما ترک ها در گذشته دارای امپراتوری بسیار گسترده و بزرگی بودیم و نتیجه هم باید بگیریم که چنان امپراتوری رو نمیشه بدون زبان و بدون فکر و ایدئولوژی و بدون سیاست و بدون صنعت و نوآوری و اختراعات پیش برد. اما باید دید چه شده که پدران ما چنان امپراتوری بزرگی رو به وجود آوردن. امپراتوری تنها امپراتوری کشورگشایی نمیتونه باشه، باید زبانی هم باشه. و ما این رو تمدن مکتوب یا تمدن فکر نامیدیم. و گفتیم که تمدن فکر و تمدن مکتوب، yazılı تمدن مدنیت یا yazılı uygarlık، هر چقدر گسترده و بزرگ بوده باشه میتونه عظمت اون ملت رو نشون بده. ما در گذشته، در 250 سال گذشته، به تدریج از نظر ذهنی تحت اشغال غربی ها در اومدیم، هم خاک هامون، هم ذهنمون، هم عقلمون، هم وطنمون، هر دوتا به اشغال در اومد و فکر کردیم، اونها به ما گفتن که شما فقط به زور شمشیر رفتید دنیا رو گرفتید و اگر اسب نداشتید دیگه هیچی نداشتید. و در مورد تمدن مکتوب ما و تمدن فکری ما چیزی نگفتن و گفتن که اصلا ندارید، زبان ندارید. و ما در این 250 سال به تدریج در همه کشورهای ترک این رو پذیرفتیم که ما به جای زبان ترکی بر روی زبان عربی و فارسی و دری و هندی و چینی و نمیدونم روسی و گرجی و ارمنی و اینها سرمایه گذاری کردیم، یهودی و اینا. و خودمون حتما چیزی نداشته ایم که در گذشته پدران ما بر روی زبانهای دیگر سرمایه گذاری کردن. این نگاه از کجا میاد؟ از غالبیت و مغلوبیت زبان. زبانی که غالب بر ماست و زبانی که مغلوب، زبان ما مغلوب. الان در نتیجه زبان غالب، این زبانی که الان در رأس حاکمیت هستش در جهان، انگلیسی و روسی و فارسی در یک منطقه ای، نمیدونم زبانهای فرانسه و فلان و بقیه، اینها خودشون رو الان یک تاز میبینن و دارای فرهنگ و تمدن تاریخی و قدیمی میدونن و ما رو هم نشون دادن که ما نداریم. ولی از وقتی که من انصاف علی هدایت
شروع کردم به این مهندسی جهل رو و آشنایی با کتاب‌های ترکی، تازه متوجه میشم که عمق اشغالگری ذهنی و مهندسی جهلی که در جهان وجود داره چقدر هستش. ما در 250 سال گذشته یک مقداری زیادی ساده‌لوح شدیم. به جای جنگ، به جای جنگیدن، ستیزه، به جای خلق و اختراع، به جای آفرینش، اومدیم یواش یواش تسلیم این جهان اشغالگر غربی شدیم و اونها هر چه گفتن ما هم فکر کردیم که علم یعنی اون، تکنولوژی یعنی اون، و ما علم و تکنولوژی نداشتیم به همین سادگی. اما با خواندن این کتاب‌های ترکی متوجه میشیم که نه، ما داشتیم، اما بنا به دلایلی که بیشتر هم جنبه نظامی و رقابت‌های نظامی هستش، در این 250 سال به تدریج به تحلیل رفتیم، عقب رفتیم، اشغال شدیم. ولی بیشتر از این که در داورین قسمت این قضیه اشغال مغز ماست. اشغال وطن در مرحله دوم اهمیت هستش. اولین مرحله اینه که ما مغزمون وقتی اشغال شد دیگه برای وطن فکر نمی کنیم. ما جهان وطن شدیم، ما کمونیست شدیم، ما سوسیالیست شدیم، ما همه چیز شدیم الا وطن پرست و ملت پرست و اینها. حالا این کتاب ها به ما کمک میکنه که بدانیم در گذشته ما یک تمدن بسیار گسترده مکتوب داشتیم که البته در دل این تمدن به زبان فارسی و اردو و هندی و چینی و روسی و عربی و ارمنی و یهودی و گرجی و دیگران هم خدمت‌هایی رو ارائه دادیم. به هر حال برگردیم ببینیم که امروز چه کتابی رو میتونیم باهاش آشنا بشیم و باهاش یه مقداری از این. دیروز از این مهندسی جهل خارج بشیم، یا نسبت به اون مهندسی جهل حداقل اینه که یه شمعی روشن بکنیم و آگاه بشیم که یه چنین دیوار عظیمی در دور ما ساخته شده. نوحة الاشراق رو دیروز خوندیم. من جلد کتاب رو نگاه کردم، گفتم که این حتما در رابطه با امام حسین هستش به خاطر نوحه و اینها، و احتمالاً شیعه ها نوشتن، احتمالاً در آذربایجان نوشته شده، در امپراتوری آذربایجان در داخل امپراتوری عثمانی نوشته شده. ولی بعد که کتاب رو خوندیم دیدیم نه، ربطی به قضیه کربلا و یاران امام حسین نداره. این کتاب بسیار سوزناک روایت انسان عاشق رو نوشته و کتاب هم در 1058 نوشته شده، در 108 صفحه. امروز ببینیم بلاد الفضلا. یک کتابی هست به نام بلاد الفضلا که بر اساس آن چیزی که در اینجا در بالای صفحه میبینید، دوستانی که از طریق یوتیوب بخوان ببینن، ما اگر ماشین حساب رو باز بکنیم 1446 که الان هست، از این کم بکنیم 1095 رو، در میاد این عمر این کتاب 351 سال پیش این کتاب نوشته شده در 26 صفحه. پی دی اف این کتاب 13 صفحه هست، برای اینکه در هر صفحه پی دی اف 2 صفحه کتاب جا گرفته. ولی اسم کتاب بسیار جالب به نظر میاد و خب من هم علاقه‌مندم که ببینم بلاد الفضلا چی هستش. این من رو یا
یاد فلاسفه مسلمان میندازه که مدینه فاضله رو نوشته بود و در اونجا شهر رو، جوامع انسانی رو به چند بخش تقسیم کرده بود و حالا ببینیم که در اینجا چی میگه. اول یه نگاهی خیلی کلی به عکس کاغذ کتاب، عکس مادی کتاب بندازیم ببینیم این عکس‌ها چه چیزی به ما میگه. اینجا میبینیم که کتاب، جلد کتاب با یه نقاشی روی آب پر شده، یعنی در دوره عثمانی این کتاب حاضر شده. اینجا سلیم آقا، مهری رو که میبینیم سلیم آقا کتابخانه‌ای هستش که دارای نمره 542 هستش. در این صفحه بعد میبینیم که یه مقدار روغن و احتمالاً اینها وارد کتاب شده متاسفانه و نوشته که اوراقش 10 تا 10 برگی داره، میشه 20 صفحه و 21 سطر هم هر کدوم از برگ ها داره. اینجا میبینیم که در صفحه دوم در اصل یا صفحه چهارم احتمالاً میبینیم که کسی که این کتاب رو وقف کرده یک وقفنامه اینجا نوشته، خدا الله رحمتش بکنه، امیر خواجه افندنون و والدی عتیق جامع شریفنه رضا لله و vefq eylediği kitaplardandır. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسمه للذین یبدلونه ان الله سمیع علیم. اینجا هم مهرش رو زده، شماره رو هم اینجا دوباره تکرار کردن. میبینیم که عکس این کتاب، حالا یه اتفاقی افتاده که این نوشته‌ای که اینجا خوندیم افتاده به اینجا، یعنی این یا خیس بوده، صفحه قبلی افتاده رو این عکسش افتاده اونجا، یا اینکه بعداً صفحه خیس شده و این آب رفته روی این. در صفحه بالا دیدیم که یه مقدار آب و روغن اینجا ریخته شده که احتمالاً دلیلش همون باشه، این صفحه خیس شده و اینجا در صفحه بعد، در صفحات بعد با متن کتاب مواجه هستیم که سطرها خیلی به هم نزدیکن و کلمه ها هم تو دل هم رفتن. به قدری این کار چیز هستش که صفحه، وسط صفحه سیاه دید. این کتاب احتمال میدم جزو کتاب های چیز باشه، فلسفی باشه. این کتاب تمامی متن رو به رنگ سیاه نوشته و از رنگ قرمز فقط برای کشیدن خط در بالای بعضی از جمله ها و کلمه ها استفاده کرده و همین. این آب که میبینیم اینجا در پایین صفحه بیشتر خودش رو نشون میده که آب وارد کتاب شده و آسیب زیادی به کتاب وارد کرده. همچنین میبینیم که نخه که دوخته بودن کتاب رو هم پاره شده و در عکس دیده میشه که حاشیه کتاب احتمالاً آسیب دیده باشه. تقریبا دیگه رسیدیم آخر کتاب و این هم آخر کتاب. برگردیم ببینیم این کتاب به چه زبانی نوشته شده. اگر به غیر از ترکی نوشته شده باشه نمیخونیم، ببینیم که چی هست. اول یه جایی رو نگاه بکنیم که بله، اینجا من تقدیرنده رو دیدم دیگه، همین کافی که برگردیم کتاب رو. بسم الله غنی. این برای اولین بار میبینیم که در میان این کتاب هایی که تا الان بیش از 200 کتابی که باهاش آشنا شدیم میبینیم که برای اولین بار از اسم به جای بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله حالا هرچی، برای اولین بار میبینیم که از کلمه غنی استفاده کرده. بسم الله الغنی. از هم
استفاده کرده، اشاره به یک کسی که اسمش غنیه. حمدك یا من جعل تلخیص البیان مفتاحا لکنوز البدائع للقرآن و نصلی علی سیدنا محمد اعجز مساقع بلقاء بنی عدنان و اخرس شقاشق فصحاء آل بنی قحطان و علی آله کمی بیداء البلاغة و اصحابه رکب میدان البراءة ما دام اهل البیان مشار الیه بالبنان. حالا تا اینجا اینجوری خوندیم، ولی بعضی از کلمات تا اونجایی که من میبینم نقطه نداره، در نتیجه احتمالا بعضی از کلمات رو غلط خونده باشم هم هستش. و بعد یقول العبد المفتقر الى اللطف الربانی از الوری. اینجا وری رو یه علامت ضرب در بالای این بعد از اف گذاشته، گفته که احتمالاً اینجا از کلمه قرمز هم استفاده کرده. برای اولین بار دیدم که در کتاب از رنگ قرمز برای نوشتن هم استفاده کرده. حالا احتمال میدم که سقع خیلی اینو دیگه باید کتاب رو بچرخونیم تا بتونیم اون رو بخونیم. این که نشد، این هم نشد، نتونستیم اینو بخونیم. یه بار دیگه احتمالا این هست سقع الدیک اذا صابعه. نمیدونم، شاید این باشه، شاید هم نباشه. به هر حال تلاش کردم بخونم، خیلی هم زورم نرسید. البری عبدالغنی الکورانی لما صرفت الهمت نحو حالا اینجا نحو المعبت العلیه و سدت سنیه. حالا احتمالا اینا لغت ها رو خیلی، نقطه ها رو خیلی به کار نگرفته، نمیتونم. و سرق به خدمته نور حدمه الانسان و نور. اینها دیگه بذارید از اینجا بریم یه مقدار. حالا اینجا اسم خود این انسان هم از البری عبدالغنی، اسمش احتمالاً عبدالغنی کورانی هستش نویسنده، برای اینکه خودشو میگه یقول العبد المفتقر الى اللطف الربانی از افول. حالا هرچی، البری عبدالغنی، احتمالاً البری اسمش هست، عبدالغنی هم کنیشه، الکورانی هم احتمالاً محل، حالا به هر حال اسمش اینه دیگه. الانسان و نور حدیقت الاحسان مبا فی الاصحاب و رئیس زمرة الکتاب میلاد الفضلاء و افضل النبلاء در. اینجا یه در هستش. المحفوظ به صنوف عواطف رب و فی ینبوع کمالات محدود محد و مساء و سحر به مصطفى و فی صابه الله تعالی عن النوائب و العالم به حرمت صاحب العلامة و العلم، همان علم و العلم اونجا باشه، علم هستش البته. التمسو منی ترجمه تلخیص المفتاح لینزح
فی مطالع بعض الاخوان عامه. اینجا میگه ترجمه از یک کتاب هست، ترجمه حالا این التمسو منی یا التمسو منی، چی کار کردن؟ ازش التماس کردن که به ترجمت یا ترجمت تلخیص المفتاح، یک کتابی بوده اسمش بوده کتابی بوده تلخیص مفتاح، یک کتابی بوده مفتاح، یه نفر اونو خلاصه کرده و این هم اون کتاب خلاصه رو لینصح فی مطالعه بعض الاخوان عامة النصاح فاحببت ما هو الالتماس. حالا اون التماسی که ازش کرده بودن اون عجبتو هم باید باشه و ما فعجبت ما هو الالتماس مع قلت البضاعة و عدم استثاص متحمدا منصلبا متوکلا الحمد. حالا اینجا میاد، تا اینجا این یک چیز رو نوشت، این میاد اینها رو یکی یکی دوباره ترجمه بکنه. الحمد، حالا اون بالا بود الحمد حمدوکه، اون رو احتمالا میگه که چی هست؟ یعنی سپاس و ستایش ازلدن ابده وارنجه. حالا اینجا چی هست؟ اون بالا چی گفت؟ نه اون جمله نیست، این کتاب از اینجا شروع میشه. پس الحمد علی ما انعمه. حالا این انعمه چی هستش؟ پس وارنجه مرقی حامدن الحمدو یعنی سپاس و ستایش ازلدن ابده وارنجه هر اگی حامدن. حالا این کلمه یه کلمه جدیدیه، تا الان این رو نخونده مرقعی. حالا چی هست؟ حامدن اولورس اولسون لله. کلمه لله هم ترجمه هستش، میخواد ترجمه کنه. حق سبحانه üçün sabittir. برای چی؟ الا ما انعمه. حالا اینو میخواد انعامی üzere یعنی bize انعام عام و احسان تام ettiği üzere. پس ما انعمه ترکیبنده واقع ما مصدر. اون مایی که در ما انعمه هستش میگه اون ما مصدر هستش، مصدریه واقع ما مصدریه الحمدلله علی انعامه. تا اینجا حالا اینو ترجمه کرد که تقدیرنده در تقدیر، در حالا تقدیر رو ترجمه کنیم در ضمن این کلامی که الان گفت الحمدلله علی انعامه، میگه در ضمن اون این ما خوابیده، علنی نیست، ولی اینجا ما میبینیم که علنی هست. تقدیرنده دور و علم من البیان ما لم نعلم. این هم یه آیه قرآن هست و در اینها در اون کتاب عربی هست. دقی حمدالله تعالی için sabittir تعلیم ettiği üzere bilmediğimiz şeyi. خداوند به ما وقتی انسان رو خلق میکنه بهش سخن یاد میده و سخن عبارت است از علمه البیان. بیان همون سخن هستش و سخن ارزشمندترین مخلوق الله هستش، برای اینکه خود الله وقتی اراده کرده جهان رو بسازه، قبل از اون که اون جهان رو بسازه اول سخن رو ساخته و دو صدا اراده کرده یا دو صدا گفته، دو صدا کن، کاف و نون، کن، و دنیا خلق شده. حالا به تدریج یا آن، یه روی اون بحثی نداریم. دقی حمدالله تعالی üçün sabittir
تعلیم اتدیکی üzere خداوند اون اسامی رو به ما، اون زبان رو به ما یاد داده. این خیلی مهمه. یعنی زبانهایی که امروزه وجود داره اینا بخشی از دستاورد خود بشر هست، ولی بخشیشو خدا الله به انسانها یاد داده. زبان یه تحفه الهی هستش. حالا در قرآن یه آیه هست، حالا که اون اومد به ذهنم بذارید اینم بگم. در قرآن یه آیه هستش که و نفخت فیه من روحی، وقتی انسان رو خلق کرد از روح خودش بهش داد. آیا اون روح همون زبان هستش؟ چون ما بدون زبان روح نداریم که، روح عبارت است از زبان ما احتمالا. حالا به قول قدیمی ها والله اعلم. üzere bilmediğimiz şeyi çi ol beyandır. پس و من البیان ده اولان من بیانهی دور و لفظ بیان ابهام و نوریدن حالی دگیردور. اینجا فکر کنم خالی دگیردور میخواد بشه و این ابهام داره میگه که و از اون نوریه خالی نیستش. و الصلاة علی سیدنا محمد خبر من نطق بالصواب. دوباره اون کتاب عربی رو جملهش رو نوشت که دخی رحمت bizim سیدimiz محمد üzerine olsun شول. حالا دوباره اینجا سول نوشته دیگه، ما متوجه میشیم که خیلی با نقطه ها رابطه نداره. احتمالاً هم اول متن کتاب رو نوشته، خودش رو مشغول نقطه نکرده، بعد اومده نقطه گذاشته، حالا بعضی از نقطه ها رو فراموش کرده. فکر میکنم یه چنین وضعیتی پیش اومده باشه. دخی رحمت bizim سیدimiz محمد üzerine olsun. سید که ما الان میگیم یعنی آقا، سرور، بزرگوار. olsun شل محمد که سویل نطق ادانın خبرلوسیdir. حالا اینجا یه چیزی میگه که من خیلی متوجه نشدم. میگه که ایل محمد کی شل محمد کی، این محمدی که سویل نطق ادانون خبرلوسیdir، خبر داد، خبر دهنده از کسی بود که با سویل نطق ادانون با آب سخن میگفت. این به معنی چی هستش؟ آیا به خاطر این هستش که مثلا کل شیء خلق من الماء؟ آیا یه چنین آیی هست؟ حالا دقیقا نمیگم اینو، ولی یه چنین آیی هستش که همه چیز از آب خلق شده. آیا این به خاطر اون هستش که داره میگه، یا اینکه یک اینجا من اینو غلط میخونم، ایله نیستش، یه چیزی دیگری. این کلمه یک کلمه هست به جای دو کلمه، ولی به هم چسبیدن دیگه، منم مجبورن. و افضل من ادنى الحکمتی و افضل من اوتی الحکمت و فصل الخطاب. حالا حضرت محمد رو داره میگه و دخی شل محمد کی، دوباره همون سل نوشته، سل محمد کی، احتمالاً در یه لهجه‌ای به جای شل بو، ما الان در آذربایجان میگیم بو، در ترکیه شو گفته میشه. در گذشته شول، در کتاب‌های قبلی شول خونده بودیم، حالا احتمالاً در یه لهجه‌ای به جای بو، شو، شول از سول استفاده میشده، نمیدونم. و این هم به همین شکل ثبت کرده نوشته. به هر حال ما هم مجبور. و دخی شل محمد که حکمت و فصل الخطاب اعطاء الانمش کمسنون افضلی دور. فصل الخطاب دن مراد ندور. حالا مراد چیست؟ فصل الخطاب دن مراد قرآن قدیم دور. قرآن میگه قدیم هستش. بخشی از مسلمان ها معتقدن که عقلای اسلامی
عقلای مسلمان معتقدن که قرآن مخلوق الله هستش و مخلوق هستش. یعنی مثل انسان که یه زمانی الله اراده میکنه و انسان رو خلق میکنه، قرآن رو هم خلق میکنه برای مثلا برای حضرت محمد، در دوره حضرت محمد خلق کرده. مثلا یه عده دیگه معتقدن نه، این برعکس اون قدرت زایندگی و خلاقی الله هستش و اینکه مرحله به مرحله خلق بکنه. این هم نشون میده که یه مقدار فکرش اول یه برنامه ریزی میکنه، بعد اجرا میکنه، بعد دوباره یه برنامه ریزی کنه، دوباره اجرا میکنه. نیاز داره که به فرصت و زمان و این برعکس اون قادر مطلق هستش، توانای مطلق هستش. در نتیجه میگن که قرآن قدیم هستش، یعنی همون الله که وجود داشته قرآن هم وجود داشته. حالا در شرایطی که حضرت محمد زاده شده، قرآن هم براش اومده. حضرت محمد دیر زاده شده، نه قرآن دیر زاده شده باشه. یه چنین حرفی هستش. حالا برای این دیگه فلسفه شده دیگه. تو فلسفه اسلامی وقتی از فلسفه صحبت میکنیم دوستان، هر زبانی و هر ایدئولوژی فلسفه مختص خودشو میسازه. شما با زبان ترکی فقط میتونید فلسفه بسازید برای ترکا. شما با فلسفه فرانسه یا آلمان یا انگلستان نمیتونید ترکا رو اداره بکنید یا توسعه بدید. همونطور که با فلسفه ترک ها و زبان ترکی شما نمیتونید آلمانی ها رو توسعه بدید یا تغییر بدید. مثلا نمونه این کشورهای غربی، همین جهان مسیحی، آمدن آمریکای لاتین رو اشغال کردن، زبان اونها رو به اسپانیایی و پرتغالی تغییر دادن. یعنی پرتغالی ها و اسپانیایی ها که ابرقدرت یک زمانی بودن اومدن اینجا رو اشغال کردن و زبان اینها رو و دین اینها رو تغییر دادن. الان چند صد ساله که اینها دینشون و زبانشون تغییر شده، اسپانیایی و پرتغالی شده، ولی جامعهشون جامعه پرتغالی نیست، فلسفهشون فلسفه پرتغالی ظاهرا شده، آموزششون همه چیزشون پرتغالی اسپانیایی شده، اما توسعه نیافتن به سطحی که اسپانیا و پرتغال در اون مقطع تاریخی و در تا این امروز هم حتی جزو عقب مانده ترین کشورهای اروپایی هستن، ولی باز هم اینها به اون مقطع هنوز نرسیدن بعدش چند صد سال. یا میبینیم در آفریقا همین اتفاق افتاده. اینها رفتن آفریقا رو اشغال کردن، زبان اونها رو فرانسه، آلمانی، روسی، نمیدونم انگلیسی کردن، استرالیا و کانادا و هندوستان و نمیدونم اینها رو اشغال کردن، زبانشون رو تغییر دادن، مذهبشون رو تغییر دادن، فلسفه خودشون رو به اونها غالب کردن. حالا یه هندی فکر میکنه که بیشتر از انگلیسی هستش. جالبه که من با یک کانادایی صحبت میکردم یکی دو روز پیش، اون اصلا باور نداشت که اینجا تحت اشغال انگلستان هستش و 89% زمینها و آب، منابع طبیعی و غیر طبیعی و آسمان این کانادای بزرگ مالکیتش بر عهده در ذمه پادشاه انگلستان هستش. قبلا ملکه بود، الان پادشاه هستش. میگفت نه ما کاملا استقلال داریم. چرا؟ برای اینکه ذهنشون ذهن انگلیسیه، ذهن کانادایی نیست. حالا میخواستم بگم که
اول سخنم هم همین رو گفتم، حالا بذارید ازش رد بشیم. پس چی گفتش؟ مراد قرآن قدیم دور، قرآن قدیم هستش. اگر قرآن قدیم باشه زبان هم قدیم هست، چون قرآن زبان هستش. همونطور که عرض کردم اولین اختراع الله که میتونیم بگیم زمان اختراع میشه، در اون مقطع الله اللهی خودش رو میکرده، ولی در یک مقطعی که نمیدونم چرا تا اون مقطع این کارو نکرده و فضلای اسلامی چی میتونن براش بگن، اینه که در یک مقطعی گفته کن و دنیا رو خلق کرده. چرا تا آنجا خلق نکرده بوده؟ یعنی آیا اگر بگیم که از وقتی الله وجود داشته، اینم وجود داشته، جهانم وجود داشته، پس خود الله وقتی به وجود میاد با کن به وجود میاد احتمالا. داستان مرغ و تخم مرغ میشه دوباره اونجا. و خب زبان با خود الله متولد میشه. قرآن هم زبان هستش. یکی از دلایلی که میگن قرآن معجزه هست برای اینکه زبان معجزه هست و قرآن زبانه. گفتش که قرآن قدیم دور و حکمتن مقصود. حالا حکمت اونجا گفت حکمت یعنی چی؟ حالا میگه که حالا اگه یه مقدار اول برگردیم، کیم سنن افضلی دور فصل الخطاب دن مراد از فصل الخطاب چی هست؟ میگه قرآن قدیم دور. قرآن قدیم همون فصل الخطابه، یعنی هر کسی هر حرفی میزنه بزنه، وقتی قرآن به بیان اومد دیگه بقیه باطلن. این حرف آخر رو زد، حرف اول و آخر همین فصل الخطاب هستش دیگه، تمام. وقتی قرآن حرف بزنه دیگه بقیه ساکت باید بشن، قبول باید بکنن. این فصل الخطاب معنیش همینه اینجا. حالا ما ازش یه حاشیه رفتیم. و حالا در اون عربی گفته بود که و افضل من اوتی الحکمت و فصل الخطاب. اول فصل خطاب رو، آخرین کلمه رو، ترکیب رو معنی کرد. حالا برمیاد میگه حکمت چیه، کلمه قبلی رو میگه که برای اینکه اهمیت قرآن دیگه، قرآن مهمتر از اون چیز هستش. فصل الخطابن و حکمتن مقصود قرآن عظیمیدن استخراج الران احکام دور. حالا میگه منظور از حکمت فلسفه نیستش، بلکه اون احکامی هستش که از قرآن استخراج میشه، به دست میاد. و فصل الخطابن اضافسی قبیلندن دور، میگه که این هم یک نوع حالا رفت و ادبیات، قواعد ادبی، میگه که اضافه و اینا فصل الخطاب اضافسی قبیلندن دور. میگه فصل الخطاب اضافه به حکمت هستش. یعنی میتونیم بگیم که یه نوعی میخواد بگه که از اوصاف حکمت هستش. البته اوصاف نیست، اضافه میگه دیگه. پس الخطابو، حالا دیگه اینجا دوباره نقطه نذاشته. خطاب چی هست؟ پس الخطاب الفاصل و تقریر داده، به معنای فاصله اندازنده هستش. الفاصل و تقدیر داده، اولور، تقدیرنده اولور. حالا و عربی دوباره برمیگرده به کتاب عربی و علی آله الاطهار و صحابیه الاخبار، و برمیگرده میگه که و علی آله الاطهار. حالا اینجا ممکنه نویسنده سنی باشه یا شیعه باشه، اینجا مهم نیست، برای اینکه سنی ها هم به آله اطهار میگن، برعکس شیعه ها که خیلی غلو میکنن. و علی آله الاطهار و صحابیه الاخبار. و دخی صلوات و رحمت حضرت محمدin دشندن خالی عالی و خبرلو اصحابی üzerine olsun. عالی، اینجا آل رو
با چیز نوشته، همون با الف و چیز نوشته. من یه لحظه این رو، محمدون دشندن نوشته، شدون، این رو حالا دلشدون. حضرت محمدون من دلندن، خالی عالی. این دیگه نمیدونم این خالی چی میشه، عالی که عالی، ولی اگر اینو دلندن اخیاق چی نیستش، برای اینکه صدا گذاشت دل، اگر شه بخونیم دشدون و شدون هم نمیشه. نمیدونم این کلمه رو نمیتونم بخونم این چی هست. خالی حضرت و دخی صلوات و رحمت حضرت محمدون دشدون خالی عالی، عالی یعنی اولاد و hayırlı ashabı üzerine olsun ve sahabihi aslında مصدرdir. این صحابی، کلمه صحابه در اصل مصدر هستش. sonra اصحاب için اسم kılındı. بعد به اسم تبدیل شد. گفتن برای یاران حضرت محمد اصلا اسم شد. این اصلش این مذهب صحابه مصدر، بعد فعل ازش چیز جدا میشه، مشتق میشه، اما میگه که بعدن به یاران پیغمبر گفته شد، به شکل اسم در اومد. خب اسم kılındı، اصحاب چون اسم kılındı یعنی اسم. وقتی میگیم الان صحابه هیچ کس فکر نمیکنه که این میخواد فعل بشه، میگن نه، اسم برای یاران حضرت محمد. اما بعد رسید به اصل مطلب. اما بعد یعنی حالا اینجا اهدای متعالیه حمد و اینجا اهدای متعالیه. اهدا احد کلمه از کلمه احد هستش. اهدای متعالیه حالا اینجوری نوشته یعنی اون گرگانی عالیه. حمد و رسول اکرمه و آل و اصحاب گزینه صلوات و رحمتن سنره. میگه بعد از اینها، این اما بعد اشاره به این هستش که اهدای متعالیه و رسول اکرمه و آل و اصحاب گزینه صلوات و رحمتن سنره. بعد اسماء منقطع‌اندر. میگه اون بعد چی هستش اینجا آورده؟ اما بعد اون کلمه رو میخواد بگه از نظر ادبی چی هستش. بعد خود کلمه بعد اسماء منقطع‌اندر، از خودش اسمه ولی اسم منقطع است، پاره شده، تکه شده هستش. یعنی اضافدن منقطع طرفندندر، میگه اضافه هستش منتها منقطع شده از اون اضافه، بر یک چیزی اضافه شده بوده، میگه اون قطع شده. طرفندندر تردفندن، اینم تردفندندر نوشته، احتمالا ترفندندر. پس بعد الحمد و الصلات تقدیرنده اولور. یعنی در اصل این چی بوده؟ باید اینجوری میشد بعد الحمد و الصلات، این حمد و الصلات حذف شده، بعد مونده. خب اینو میخواد بگه تقدیرنده اولور. اما بعد کلمه فصل الخطاب دور. میگه خود اما بعدم که اینجا آورده، این دوتا با هم فصل الخطاب هستن، یعنی یه بحثی تموم شد، یه بحث دیگری شروع میشه. این فصل خطاب اون قبلیه تمام، بعدی آغاز. این فصل خطاب یعنی موضوع عوض شد، فصل الخطاب دور. bu معنی ایلکه، یعنی به این معنی که فاصله دور. خطبه ایله خطاب ما بیننده، اون خطبه بود، این خطاب است. این یه فاصله اندازه بین این دوتا که اون پیام قبلی تموم شد، این پیام میان تیتر در است. ما الان امروزه میگیم میان تیتر.
فاصله در خطبه ایله خطاب ما بیننده. خطبه چی بود؟ حمد و بیانه مشتمل. خطبه عبارت بود حمد و بیان، خدا رو سپاس بکنه و بعد پیغمبر و اینها رو چیز بگه. و بیانه مشتمل کلامه اطلاق اولونور. خطبه عبارت از خطبه به چه چیزی میگن داره تعریف میکنه. میگه خطبه عبارت از اون حمد و سپاسی که برای در کلام اطلاق میشه. و خطاب چی هست؟ و خطاب مقصودی متضمن اولان کلامه دینونور. خطاب هم مقصود اون حرفی که میخواد بزنه به مخاطب اون هستش. و خطاب مقصودی متضمن اولان کلامه دینولور. فلما کان العلم البلاغته و توابعها وقتا. حالا اینجا یک جمله عربی دوباره از کتاب عربی نقل کرد. علم بلاغت که علم معانی و علم بیان دور و توابعی که علم بدیع دور، من اجل العلوم قدره مقدار و تعظیم یونتیندن. البته یونوندن باید باشه، این نمیشه یونتیندن. مقدار، حالا ترکی داره مینویسه، مقدار و تعظیم یونوندن علومن yücesi idi. من اجل العلوم کاننون خبری دود. حالا اونجا یه کانه بوده، این من اجل العلوم میگه خبر هستش. حالا این دیگه مبتدا و خبر بحثای ادبی رو هم داخلش میاره، هم ترجمه میکنه، هم بحثای ادبیش رو میاره، هم تشریح میکنه. و ادق حاصرن. حالا اونجا گفتش که من اجل العلوم یا من اجل العلوم قدره و ادقها سرن و دخی. حالا ترجمه میکنه دخی فصل و خلوص یونوندن علومن زیاده آنجسی ایدی. پس اینم از به یعرف دقایق العربیت و اسرارها. اینم بازم میخواد ترجمه. زیرا علم بلاغت سببی ایله بلونر علوم عربیینون دقیق محلleri و gizli nükteler و gizli nükteleri. یعنی این علم بلاغت میاد در مورد دقایق زبان عربی صحبت میکنه و اون نکات پوشیده‌ای که وجود داره با چشم غیر مسلح و بدون علم نمیشه فهمید ماها. مثلا اون متخصصین زبان عربی اون رو میفهمه. البته این در تمامی زبان‌های وجود داره. زبان ترکی هم همینطور، باید اون رو دقیق رو چیز کرد. بعضی جاها متخصصین زبان کلمات رو به شکل دیگری میبینن، هم معنیشو، هم جایگاهش در جمله رو، هم اینکه چه چیزی حذف شده، چه چیزی. نویسنده هم که کتاب رو نوشته اینها رو میدونه. برای خلاصه نویسی بعضی چیزها رو دیگه خیلی تکرار نمیخواد بکنه، با ضمیر اشاره و نمیدونم فلان ازش میگذره. و یکشف عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن استارها. این یعنی چی؟ دقی آنون لا açılır perdeler icaz yüzlerinden ve ol vücuh icaz ve yahud ol icaz نظم قرآن کریمده olduğu halde. میگه این اعجاز در خود نظم و قرآن کریم موجود هستش. و کان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامه ابو یعقوب یوسف السکاکی. من هم یک کتاب از این فکر میکنم که در حوزه علمیه خونده بودم عربی. و کان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه. این کتاب رو چه کسی نوشته؟ الفاضل العلامه ابو یعقوب یوسف السکاکی. و وقتا فاضل
علامه ابو یعقوب ضیاءالدین یوسف. حالا دوباره اینجا اومد گفت که آقا این اسمش کاملش اینه، اون بالا یه مقدارشو ننوشته، ولی من میگم براتون علامه ابو یعقوب ضیاءالدین یوسف سکاکین'in تصنیف ایلدی مفتاح علوم'un 3. قسمیdir. حالا ما یه کتابی قبلا این در این باره خونده بودیم، فکر میکنم این یه ترجمه دیگری از اون کتاب هست یا یه رونویسی دیگری از اون کتاب هست. 3. قسمیdir. اعظم ما صنف فیه من الکتب المشهوره نفعاً احتمالاً باشه. میگه که حالا این علم بلاغت و تصنیف علونانون اعظمی ایدی نفع yönünden ki ol kutub meşhure dür sekkin bicak dedikleri alettir. سکین اینجا یه سکین کلمه سکاکی که گفته بود این رو داره توضیح میده. سکین بیچاق dedikleri alettir. سکین همون چاقو هستش، مذکر و مؤنث olur. این کلمه سکین، بله این کتاب رو قبلا خونده بودیم، حالا دیگه همون کتاب احتمالا با یه مقدار تغییر در چیز داره ترجمه میکنه. برام خیلی آشناس این کتاب. یعنی سکاک، این کلمه سکاک سکین از کلمه سکین هستش به معنی چاقو که در زبان عربی اسمها و کلمات میتونن مذکر یا مؤنث بشن. در زبان آلمانی علاوه بر این دوتا، البته در زبانهای دیگر چند تا زبان دیگر هم فکر کنم باشه، مثلا اسپانیایی هم فکر کنم هست، 3 تاست به جای مذکر و مؤنث، یه دونه هم خنثی دارن اینها. در انگلیسی هم خنثی دارن، he, she, it هستش. olur. اما کثیر المذکر المقدور، اما بیشتر این کلمه سکین یا سکا مذکر به کار برده میشه. جمعی سکاکین گلور، جمعش هم این میشه، و ثانیی سکاک و جمع این، ببخشید، به کسی که چاقو رو میسازه در زبان عربی سکاک میگن. سکاکی، یوسف سکاکی، این یوسف یعقوب ابو یعقوب یوسف سکاکی چاقو ساز بوده، شمشیر ساز بوده. ثانی سکاک اعظم کاننون خبری در، اون کلمه اعظم که در اونجا بود، اعظم ما صنف فیه من الکتب المشهوره، میگه اون اعظم خبر کانه هستش که در جمله قبلی بود و کان القسم الثالث من اون بوده. میگه این خبر اون هستش، اون مبتدا بود، این خبرشه. و من الکتب ده، این من الکتب که اونجا هستش دوباره در جمله قبلی که خوندیم، اولان من بیانیه دور، اینم توضیح میده. این من به معنی حرف نیستش، حرف ساده نیست، بلکه حرف توضیح، بیانیه دور، توضیح میده قبلی یه چیزی رو. لکونهی احسنها ترتیباً، حالا اول قسم ثالث کتب مشهورنün tertib yönünden ahseni olduğu için ve atammaha tahriren dahi mahdiyet kelami yönünden. حالا احتمالا تهدیت هم بوده داشته باشه و اتمها تحریرن دخی تحریت باید بخونیم، اینو تهدیت نه، فکر میکنم در کتاب قبلی هم همینجوری خوندیم که تهدیت خوندیم، خوب نبوده، لغت نقطه نذاشته، ولی من فکر کنم به خاطر اینکه این تحریر هست اونم تحریت باشه. دخی تحریت کلام yönünden کتب مشهورنün اکملی olduğu için.
و اکثرها للاصول جمعا، دقیق جمع یونوندن. حالا اینجا برای اولین بار یون رو نقطهشو گذاشت، یونوندن اصول و راوس، رؤوس البته اینجا یه خط زده یه چیزی رو نمیدونم به خواست الف رو و رأس باید باشه، ولی رؤوس و راوس مسائل کتب مشهوردن اکثر اولدوغی چون ولکن کانه غیر مسون من الحشو و تطویل، اما اول قسم ثالث محفوظ دگل ایدی حشو و تطویل دن. خود اون قسم ثالث حشو و تحویل اضافه داشته، دگل ایدی قسم ثالث محفوظ دگل ایدی حشو. حالا اینجا حشو رو نقطه نذاشته و تطویل دن باید همینجور که عربی نوشته اینجا بخونیم، وگرنه حسود تطویل نمیشه. حشو و تطویل دن یعنی زائد مستغنی انهدن، زائد یعنی زائد مستغنی انهدن. و اصل مراد چیه؟ و اصل مراد üzere faidesiz olan zaidden ve haşv ile tetvil mabeyininde fark oldur ki haşvide ziyade olan müteayyindir ve tetvilide ziyade olan müteayyin değildir. حالا این کتاب رو قبلا خونده بودیم، خیلی دیگه اینو احتمالا یه آدم دیگری داره ترجمه میکنه ولی تقریبا شبیه هم هستن اگر هم این آدم اونو نوشته باشه. حالا این کتاب چون 13 صفحه است، من برم صفحه 10 این رو هم یه مقدار بخونیم. خب تقریبا 1 ساعتی که داریم دو این چند صفحه چیز میکنیم. بریم صفحه الان صفحه 5 پی دی اف هستیم، بریم صفحه 10 پی دی اف یه صفحه هم از اونجا بخونیم و ببینیم چی میشه. رسیدیم به اینجا. حالا ما در اصل یه 20 صفحه اومدیم جلو، ببینیم که ذهنمون دیگه اون ذهنی نیستش که تا اونجا داشت میومد به راحتی میفهمیدیم که چی داره میگذره، کلمات رو میفهمیدیم، مفاهیم رو هی توضیح میداد، میفهمیدیم که چی میخواد بگه. الان یهو افتادیم به یه جایی که نمیدونیم قبلش چی هستش، در نتیجه در خوندنش و درکش مشکل خواهیم داشت. ولی خب ما فقط میخوایم بگیم کتاب ترکی هستش و برای این ترکی بودنش حالا میخوایم یه صفحه دیگر رو نشون بدیم، وگرنه از اولش هم ترکی بود و آخرش ترکی هستش. فقط میخوایم ببینیم که موضوعش چی هستش. حالا اینجا قبیلندندر، حالا این چی بوده که از قبیل اون بوده؟ ولش کنیم. اینجا بیت یه شعری اینجا گذاشته: در هر دیار که مردم دانا اربرید، دانا اربر بیت لعنت. یعنی چی؟ باران دیار که دانا بود عریر، احتمالاً عزیز باشه. این در هر دیار که مردم دانا عزیز نیست، لعنت بدان دیار که دانا بود عزیز. نمیدونم چی شد. در هر دیار که مردم دانا عزیز نیست، لعنت بدان دیار که دانا بود عزیز. چی؟ نمیدونم. زیرا ابدا امرده ذهن منتقل کاف بیانیه دور. شاعرین گستی ایلدگی کاف، اینجا این کافی که میگه هستش در شعر کاف تعلیل دگل دور، فی الحقیقت کاف بیانیه دور. حالا از نظر ادبی داره اینجا این که رو چیز میکنه، که مردم که دانا، این دوتا رو میگه داره چیز میکنه که جایگاه این کلمه در این جمله چی هسته. و شاعرین گستی ایلدگی کاف تعلیل دگل دور، فی الحقیقت کاف بیانیه olacak.
معنا böyle olur. حالا معناش چی میشه؟ که لعنت اول دیاره که آنده دانا عزیز اوله و ادات تعلیل için olacak. معنا böyle olur ki her diyarede ki dana aziz olmaya lanet ol diyare. Zira nefs emride dana azizdir ve şe'nün مقصودی معنای ثانیdir. کما لا یخفا علی العزتی و bu qəbilindendir. Beyt دوباره اهل diller meclisinde men iraq olma sakın. Ehl-i diller meclisinde sen iraq olma sakın. Sakın sakınmak, perhiz kon. Sakın. Kim bu meclisten iraq olan olur حق یقین. حالا اینم و معنای بیت budur که ارباب عرفان meclisinde بعید olmaya zira iraq olan kimsene bu meclisten hakkı yakin olur. Yani çünkü iraq olana sebep qurb hakkı bu meclistir. Sen bu meclisten بعید olmayasan. شده اینجا دوباره اون سویی که اونجا نوشته بود اینجا نقطه گذاشت. شده واقع ادات تعلیل چندür. استفهام چی هست؟ استفهام چون دگیلدür. اینجا که شو گفته بوده میگه از ادات تعلیل هستش. نه استفهام سوال چون دگیلدür. و اگرچه معنای استفهام مسلم میگه اگرچه معنای استفهام داره مسلمه. بعض سمن سخان و نقش ضمیر بعضی سمن سخان. حالا این سخان چی هستش نمیدونم. سمن با سین هستش اینم نمیدونم. البته به معنی روغن باید باشه این سین یا با ساده نمیدونم. بعض سمن سخان و نقش ضمیر اکثر باران دور. حالا اونجا دوباره اون شعر فارسی رو داره اینجا توضیح میده. خاصی. حالا این دوباره چی هستش؟ بیردür اهل صفادور. مثنوی نه این یه چیزه. هر در اهل صفا دور مشو ای دل من که هر که دور است از این در به حد آن در یکیست. چی نمیتونم بخونم فارسیش اصلا نتونستم بخونم. قیل و این کسرت تکراره و تتابع الاضافات و بعض ائمه‌دن منقول داره. ائمه منظور امام ها نیستند. در شیعه ائمه به امام ها گفته میشه ولی در زبان عربی به بزرگان ادبیات، به بزرگان هر رشته یا بزرگانی که در جامعه حالا کارهای علمی انجام میدن بهشون ائمه گفته میشه. بعض ائمه‌دن منقول داره که کلامده فصاحت اول داره که کلامن مذکور اولاندن پاک المسی gibi کسرت تکراردن و تتابع اضافاتدن دقیق پاک و خالص المسی دور. یعنی حالا دیگه خیلی درش کلمات تکرار نشه. میگه یکی از زیبایی کلام، فصاحت کلام اینه که در جمله هایی که می نویسید و یا می بندید یک کلمه خیلی تکرار نشه. کگولهی مثال کسرت و تکرار ابو طیب. حالا اینجا ابو طیب مشبیلک گولی گبی. حالا این یه آدمی بوده ابو طیب چی مشبی، من دارم میبینم مشبینون گولی گبی مثل همچنین بیان. اینم صفحه بعدیه. صبوح لها منها علیها شواهدون. مصراعون. صبوح در فارسی مثل که هم صبوح به کار میره و هم مصرع.
مصراع حالت کوزه مانندی هست، فکر میکنم که یه چنین چیزی، یا حالت لیوان مانندیه، نمیدونم چی هست، من خیلی با این اصطلاحات آشنا نیستم. صراع صدری و تصعدنی فی غمزه بعد غمزه یا فی عمره بعد عمره، فکر کنم غمزه بعد غمزه باشه. این شعر احتمال عربیه. صبوح فرس دور، صبوح فارس هستش، فرس دور، و اسعاد معاونته معناس ندور. حالا اینجا این کلمه چی هست؟ و اسعاد معاونته، اسما اینم نیست، نده داره، یعنی یه چیز کمکی هستش. حالا این نمیدونم اون چی هست. و اسعاد معاونته معناس ندور و غمره یا غمزه شدت دور. حالا دیگه این صفحه رو خوندیم، بریم صفحه آخر. وقتی آدم خب اومدیم صفحه آخر، ببینیم صفحه آخر چی میگه. علم معانی دور و بهی عن الاحوال العلم المعانی و شلک شیکی معانی مقصودن اداسنده آنین لا اصرار اولونور بهی عن تعقید معنوی علم البیان و اول شیء که احتراز اولونور آن لم البدیع و اول شیء که بلونور آنین لمحسنات کلام علم بلاغت و بلا بدیع. حالا اینجا این کلمه رو خط زده، ما باید اینجوری بخونیم. آنین لمحسنات کلام علم بدیع دور، پس منحصر oldu bu risale ilmi بلاغته و بلاغتون توابعینه و کثیر ثم الجمیع علی البیان و ائمدن çok kimsene تسمیه eder علم بلاغتی و توابع علم بیانی ایله توابع علم بیانی ایله. یعنی علم بیان وقتی میگن عبارت است از علم، بعضی از علمای زبان شناسی گفتن که آقا علم بیان عبارت است از علم بلاغت و توابع اون. و بعضهم تسمى الاول علم المعانی و الاخر علم البیان. حالا بعضی هم به بلاغت میگن علم معانی و به توابعش هم میگن علم البیان. دائمدن بعضی سی تسمیه در اولکی علم معانی له و ایچی آخر چی ده چی بیان و بدی علم بیانی له، بدی و علم بیانی له. و ثالثه تو علم البدیع و سوم و ائمدن بعضی سی تسمیه در. حالا سوم یعنی اون سوم دسته از علمای زبان عربی، بعضی سی تسمیه در اوچی چی معانی و بیان و حالا اینجا علم، حالا چیزه این نقطه نذاشته نمیدونم چیه. و بدیع دور. حالا من اینجوری بخونم علم بدیع اله معنی علوم نتله یا بله علم بدیع اطلاق در علم و علوم ثلاثه بله علم بدیع اطلاق در. بعضی از علما هم به علوم هر سه تا علم بدیع میگن. خب این هم تمت. بذار ببینیم این تمت یه تاریخی اینجا زده برای خودش یا نه. الا یده، حالا چه کسی این کتاب رو نوشته؟ اون اول کتاب مترجم خودشو معرفی کرد، ابو یوسف چی بود؟ سکاکی، نه از سکاکی که نویسنده عربی بود، ترکی که ترجمه کرده اونم خودشو معرفی کرد. حالا برمیگردم دوباره نگاه. اینجا آخر کتاب اون کسی که نسخه رو نوشته، یعنی نشسته از روی اون کتاب اولیه این نسخه رو نوشته. علایت افگر طلاب و خادم الاحبا و اصحاب
واسگه به لطف سمدانی انجف وریلی عبدالفقیر محمد ابن همت به محمنه قسطنطنیه. حالا این محمنه چی هست اینم نمیدونم. این کسی که نوشته عبدالفقیر اسمش حالا چی هست؟ محمد ابن همت هستش، اسمش این هست. به محمنه قسطنطنیه، قسطنطنیه هم استانبوله، المحروسه، استانبولی که محروسه هستش. در چه سالی خودش زده اینجا؟ 1094. میشه هم 94 خوند هم عدد نوشته، با عدد با خط ننوشته، عدد نوشته. 1094 میشه خوند، 1014 هم میشه خوند. حالا دوستان این بالا هم زدن 1094. این پایین هم دوباره با یه مداد دیگری یه کسی که نمیتونسته عربی هم خوب بنویسه نوشته که 10 این مثلا 9 باشه و اون 4 باشه و احتمالا همین 9 و 4 باشه. این هم یک کسی بعداً نوشته که با یه مداد دیگری و با یه خط دیگری تلاش کرده اون رو بنویسه و متفاوت هستش. خب این کتاب، اصل کتاب قدیمی تره، پس یعنی گفتیم چنده؟ 351 سال پیش این نسخه رو از روی یک کتاب دیگری نوشته. ما اون کتابی که خوندیم احتمالا همین کتاب نیست، ولی نسخه، این یه نسخه از اون کتاب اصلی هستش که ما قبلا یک کپی دیگر احتمالا ازش خونده بودیم. خب فکر میکنم که برای امروز آشنایی با یه چنین کتابی که ادبی هست، مربوط به چگونگی نوشتن و چگونگی درک مقصد نویسنده یا مراد نویسنده هست که کتاب زیبا بشه، یا کلام، یا چجوری حتی سخن گفتن، چجوری حرف بزنن که خوب بشه. به هر حال اینو آیین سخنرانی میگن، در ایران ترجمه کردن به فارسی، نمیدونم از دانشمندان، به جای اینکه از دانشمندان عربی و ترکی و اینا ترجمه بکنن رفتن از فرانسه ترجمه کردن آیین سخنرانی. این هم همون آیین سخنرانی هست. برای همه دوستان آرزوی موفقیت میکنم و موفقیت رو در این میدونم که آغاز بکنیم و یک با زبان ترکی قدیمی آشنا بشیم. برای چی با کتاب‌های قدیمی دستی آشنا بشیم؟ برای اینکه این کتاب‌ها هنوز دست دشمن وقت نکرده، دشمن که بیاد متن کتاب‌های قدیمی رو تحریف بکنه. کتاب‌های جدیدی نوشتن که در اونقدر کتاب باشه که شما بگید آقا اصلا چرا میریم کتاب قدیمی بخونیم؟ اونقدر کتاب ترکی و عربی و فارسی نوشته شده که شما دیگه نمیرید ببینید که در گذشته چی فکر میکردن مردم. در نتیجه ما با فلاسفه، با علمای غربی که به ما استقلال ما رو از بین بردن، اشغال کردن سرزمین ما و مغز ما رو، خیلی آشناتریم تا با پدران خودمون. با پدران اونها آشنا هستیم، نمیدونم اختراع کنندگان اونها، نویسندگان اونها، رمان نویسان اونها، شاعران اونها، فیلسوفان اونها، دینداران اونها رو میشناسیم، اما در مورد دینداران خودمون نمیشناسیم. چرا؟ برای اینکه به ذهن اشغالگر ذهن ما رو اشغال کرده و ما چون اشغال شدیم اشغالگر رو برتر از خودمون میدونیم. چرا که یکی از علل اشغال شدن ما فکر می‌کنیم برتری اون هستش، در حالی که خیانت‌های خود ما، پدران ما به حاکمیت هامون و جاسوسی برای دشمن به خاطر منافع کوتاه مدت، همونطور که در الان می‌بینید دیگه، اسرائیل وارد ایران خیلی نشد. این 12 روز جنگ نشان داد که
اسرائیل در 40 سال گذشته، در 50 سال گذشته چقدر در میان مسئولان ایران، چه نظامی، چه سیاسی، چه مجلس، چه هر جای ایران نفوذ کرده و اینها در سالهایی که مثلا من رو متهم میکردن به جاسوسی برای آذربایجان و ترکیه و اسرائیل و آمریکا، من 4 تا اتهام داشتم که برای این کشورها جاسوسی میکردم. این اتهام هایی که به فعالان محیط زیست میزدن، به فعالان ملت ها، بلوچ ها، عرب ها، کرد ها، لور ها، گیلک ها، مازنی ها، در همه زمینه ها، فعالان قانون اساسی، فعالان محیط زیست، فعالان حقوق بشر، فعالان نمیدونم روزنامه نگاره، اینها به عنوان جاسوس میزدن. اون جاسوس های اصلی با برچسب زدن به اینجا به ماها، مهر جاسوسی به ما، اون توجه لازم رو از خودشون دور میکردن. میگفتن اینا جاسوس شناس هستن، جاسوس شکار میکنن، ولی خود اونها در اصل جاسوسن. جاسوس ها اونها هستن که ماها رو به جاسوسی متهم کردن تا خودشون رو پوشش بدن، بگن ما سرباز خمینی و خامنه‌ای هستیم و سرباز چیز هستیم. ولی همونها چیکار کردن؟ اومدن هم مدارک رو دادن، اسناد رو دادن، اطلاعات محرمانه رو دادن، هم آدرس، هم اینکه این دستگاه‌های الکترونیک و غیر الکترونیک اتمی اینها رو که وارد می‌کردن، داخل اینها اون مواد انفجاری و چیزهایی که بوده اونها رو هم اینا وارد کردن اونجا دادن و گفتن که ما نگاه کردیم چیزی نیست، نگران نباشید، و اینها گذاشتن اونجا. نقشه ها رو دادن، نقشه های دقیق کجا مثلا بمب بندازید، خونه ها، حتی خونه ها، آپارتمان ها، پنجره، کدوم پنجره خوابش هست، اتاق خوابش کجاست، اونجا رو دادن. هنوز ما نمیدونیم که هنوز اسرائیل وارد نشده. حالا من امیدوارم یه روزی اسرائیل بیاد یا آمریکا بیاد این کارو بکنه، حسابهای اینها رو هک بکنن و دلارهای اینها در همه جای دنیا رو بردارن بدن یه روزی بدن به این ملت. یعنی همه اینها اون جاسوس ها، یعنی منظورم اینه که جاسوس ها حسابهای بانکی، مقدار پولی که از ایران خارج کردن، از دزدیدن، در کدوم بانک ها گذاشتن، همه اینها رو دارن و یه روزی ممکنه ببینن که خب دیگه حالا ما میتونیم اینها رو، اونها که جاسوسن که نه، اونها که جاسوس نیستن. حالا بسیاری از این پولهایی هم که اومده بیرون توسط جاسوس ها اومده بیرون، برای اینکه هر چقدر پول از ایران بیاد بیرون، اونجا ایجاد شغل و ایجاد رفاه کمتر میشه، از رفاه مردم کاسته میشه، شغل ساخته نمیشه، بیکاری رواج پیدا میکنه، انسان ها فقیرتر میشن، ناراضی تر میشن. این در سطح پایین. در حالی که برعکس، باید اگه بخوان رفاه بره بالا، مردم به نظام موجود علاقه داشته باشن، باید از خارج پول ببرن داخل. در حالی که اینها جاسوس ها یه شرایطی به وجود آوردن که نه تنها نیروهای فکری مثل من و هزاران مثل من، میلیون ها مثل من از اون مملکت فرار کردن، که حتی نیروی کار، آقا من اصلا نیروی فکری نیستم، نیروی کار که بودم، کار میکردم، این مملکت یه چرخشو من حرکت میدادم، یه چرخشو فلانی حرکت میکرد، یک چرخشو، اینها هم اومدن بیرون. حالا اون وطن با یه عده جاسوس اداره میشه و این جاسوس ها به راحتی هر روز میبینیم که یه جایی آتیش میگیره، یه جایی منفجر میشه و ایران هم نمیخواد دیگه. اطلاعات و سپاه و اینها هم خفه خون گرفتن برای اینکه نمیرن خودشون. حالا جاسوس ها که نمیرن، ولی اونهایی که جاسوس نیستن اینا چیکار میکنن؟ هی پنهان میشن، هی میخوان سکوت بکنن، بگن آقا کشور در امنه، نگران نباشید. این برای به سر ما هم در 200 سال 250 سال گذشته اومده. این از هندوستان شروع شد و یواش 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 با شکست امپراتوری عثمانی و چند سال بعد، بودن 4 تا 5 سال بعد هم
که عثمانی هنوز دوام داشت. یعنی درسته که شکست خورده بود ولی دوام داشت. هنوز آتاتورک، مصطفی کمال هنوز دولت تشکیل نداده بود. اینها اومدن چیکار کردن؟ در آذربایجان هم یک کودتا انجام دادن. ترک‌ها رو هم که قبلا در اروپا و آمریکا فراماسون شده بودن، اینها رو هم گذاشتن کنار. یعنی اینها اومدن، این ترک‌های فراماسون که چه در ترک‌های فراماسونی که یا ترک‌ها و غیر ترک‌هایی که در امپراتوری یا خلافت بزرگ عثمانی زندگی می‌کردن، اینها فراماسون شدن، از غرب حقوق دریافت می‌کردن برای یه روزی که همونطور که ببینید حالا به من میگید که فراماسون چرا مثلا به حقوق بدن برای فراماسون؟ ببینید برای سربازها حقوق نمیدن که هر روز بجنگن، برای سرباز و افسر و درجدار و اینها حقوق میدن که یه روزی لازم میشه که شما بمیرید. برای فراماسون ها، برای آیت الله ها هم در ایران، بخشی از آیت الله ها فراماسون هستن، بخش بسیار بزرگشون، اونم مؤثر در بالا. اونایی که فتوای جنگ علیه اسرائیل و آمریکا میدن احتمالاً اینها از رهبران فراماسون هستن. من واقعا به این نتیجه رسیدم که جمهوری اسلامی، خمینی و خامنه‌ای و یاران این و کسانی که اینجا بودن، اینها هم فراماسون هستن هم جاسوس هستن. اینها اصلا وظیفه‌شون این بوده که در بعد از قاجار، رضا پهلوی و محمد رضا و خامنه‌ای و خمینی و تمامی اعبا و اعوان اینها، نمایندگان مجلس و رؤسای ادارات و وزرا و اینها منظورم، معاونین و نمیدونم مشاورین و اینها، اکثرشون چیز هستن، فراماسون هستن. از خارج، از حالا هر یک کشور خارجی حقوق میگیرن اینها، که یه روزی مثل امروز فکر بکنید که اسرائیل اگه میخواست تو 12 روز ایران رو به این روز بندازه، اگر اون فراماسون ها، اون جاسوس ها نبودن، احتمالاً 1 سال هم نمیتونست با اینها چیز بکنه. همونطور که در فلسطین نمیتونه، 2 ساله داره در غزه انسانهای بی سلاح رو میکشه ولی نتونسته اونجا رو تسلیم بکنه. اما در اینجا 12 روز. برای چی؟ برای اینکه عرب ها در فلسطین، در غزه خودشون رو نفروختن، فراماسون نشدن. هست داخلشون ولی خیلی کمه، تعدادش خیلی کمه. اگه خیلی زیاد بود تمامی تونل ها رو میتونستن شناسایی بکنن، انبارها رو، همه جا رو میتونستن شناسایی بکنن و از بین ببرن. اونهایی که در اونجا خیانت کردن، بعضی از رهبران کشته شد، اونها ایرانی ها بودن اکثرشون، که ایرانی ها لو دادن. یعنی جاسوسانی که اسرائیل در ایران خریده بود، که در لبنان داشتن براشون کار میکردن، در فلسطین کار میکردن، در غزه کار میکردن برای مثلا به ایران. از اونجا بود که یه چنین اتفاق عجیبی رخ داد و اونجا هم یه تعداد زیادی کشته شد. اما میبینیم که خیلی هزینهش کمه. ممکن بود مثلا در این 50 سال برای این فراماسون ها 2 میلیارد دلار، 3 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار حقوق داده باشه. ولی اگر قرار بود این جنگ مثلا 1 سال طول بکشه، یا مثل غزه که 2 سال الان طول کشیده و دنیا بر علیه اسرائیل برخاسته، ببینید که هزینه جنگ چقدر میشد. ممکن بود که 100 میلیارد، 1000 میلیارد پول میداد. ولی به اون سربازایی که، حالا من میگم سرباز برای اینکه اون نظامی هایی که پول داده اسرائیل در این سالها که آماده بشن برای یه روزی به جنگن، اون روزش رسیده و جنگیدن، حالا یا کشته شدن یا کشتن. پول زیادی نبوده در مقابل اون موشک‌های چیز زده. مثلا فرض بکنید که در این 12 روز فرض میگیریم که اسرائیل 500 تا موشک شلیک کرده برای اینکه موشک‌های ایران رو بزنه. مثلا هر کدوم اینها مثلا نمیدونم حالا چقدر هزینه داره و اون فقط موشک‌ها نیستش که کل این سیستم هزینه داره. و خب ایران هم زده اونجا، بسیار خرابی ایجاد کرده. خب اونا هم هستش، یه تعداد انسان هم مردن، اونا هم هزینه هستش. اقتصاد راکت شده یه مدتی. مثلا ایران الان برق رو میبره، این هزینه است داره میده. این هزینه همین 12 روزه. اگر همین جاسوس ها
دریاچه ارومیه رو خشک کردن، زمینه رو برای خشکاندنش آماده کردن، برای اینکه فشار میاد به حاکمیت. هر چقدر اینها جاسوسن، این سدسازها جاسوسن، خیلی هاشون، یعنی من میتونم بگم 90%شون جاسوسن. برای اینکه چیکار کردن؟ این مملکت به گل نشسته، به جای اینکه نتیجه بده این سدها اون چیزی که بوده بهتر بشه، بدتر شده. خب نتیجه اگر معکوسه، یعنی یک عمدی در کار بوده که این مملکت رو، ممالک رو به این روز بندازن. و این رو چیکار؟ بهترین کارش این همین بوده، جاسوسا هم پول رو ببرن. من یه خبر شنیدم میگفتش که 300 و چند میلیارد تومن، 300 و چند هزار میلیارد تومن رفته همین عوامل اسرائیل جاسوسا از بانک های ایران در داخل برای ساخت پهپاد وام گرفتن و حالا که کاراشون انجام دادن ول کردن رفتن. چی کسی میخواد؟ یعنی از خود پول ایران پول گرفتن، از مال مردم ایران وام گرفتن، وام احتمالاً 0% و 1-2%، و اومدن پهپاد ساختن در داخل ایران برای اینکه ایران رو بزنن. نگاه کنید، جاسوسی اینه. جاسوس من نیستم، یا اون محیط زیستی، یا اون زبان مادریه، یا اون قانون اساسی چیه، یا اون استقلال طلب نیست. استقلال طلبها جاسوس نیستن. جالبه در میان استقلال طلبها شما نمیتونید یک جاسوس پیدا بکنید. به هر حال، ولی در میان پانیرانیستها شما بسیار جاسوس میتونید پیدا بکنید. در میان پانفارسا یکی از عللی که از اول انقلاب تا امروز اجازه نمیدن زبانهای مادری در ایران زبانهای رسمی باشه و نمیخوان قانون اساسی هم به شکل کامل اجرا بشه، و قانون اساسی رو میشه یعنی وسعت داد بهش. گفت آقا قانون اساسی گفته زبان فقط ادبیات، نه ما میتونیم بگیم که آقا قانون اساسی میگه کلا زبان ها چیز بشن، یعنی تفسیر توسیع بکنیم، وسیع بکنیم. من فکر می‌کنم یکی از علل این که این اتفاق نیفتاده همین جاسوس ها هستن. برای اینکه باید یه جوری در ایرانی که در دوره قاجاری یک مملکت نگیم، یک امپراتوری چندین مملکتی متحد بود، امروزه هر قومی، هر ملتی میخواد مستقل بشه. خب به خاطر چی؟ به خاطر همین سیاست مخالفت با زبان مادری، مخالفت با حقوق حاکمیت ملی اینها. این هم یکی از بخش‌های جاسوسی هستش. جاسوس‌ها یه کاری میکنن که مردم ناراضی بشن. ممکن بود که مردم فقیر، مثلا در کره شمالی مردم فقیر هستند اما در پشت حاکمیت هستند. رهبرشون که میمیره همه از بالا و پایین گریه میکنن. وقتی از تلویزیون داره پخش میکنه تو خونه ها هم گریه میکنن. مردم فقیر هستن اما میگه آقا این حکومت منه، من اینو باید نگه دارم. اما در ایران وقتی خبر شنیده میشه که مثلا خامنه‌ای رو یا فلان کس رو زدن، مردم شیرینی دارن توزیع میکنن. یعنی کار به جایی رسیده که مردم از حاکمیت چی شد. چرا؟ برای اینکه اینجا جاسوس خیلی زیاده و این جاسوسا در مراکز قدرت و تصمیم گیری و اجرایی هستن، نه در میان مردم. در میان مردم فلان فعال ملی، زبانی، مادری، محیط زیستی، فعال نمیدونم حقوق کودک، حقوق طبیعت، دریاچه ارومیه، نمیدونم کارخانه سوداچی چی، اینها جاسوس نیستن. اینها دلسوزان وطنشون هستن. اینها تصمیم گیرا و مجری نیستن. به اطلاعات سازمانی نه که محرمانه و فوق محرمانه که هیچ، به اطلاعات سازمانی که بیچ بکنه. اصلا اینا معمولا به ادارات نمیرن که بگن آقا این اداره مثلا درش کجاست و نمیدونم در خروجی داره نداره، این در ورودیش هست مثلا، یا مدیرش کجا میشینه. اینا نمیرن. یعنی مهمترین جایی که اینا به زور برده میشن وزارت اطلاعات، اونم واحد خبر و سلول‌های انفرادی است که با چشمان بسته میبرن، و دادگاه که برای محاکمه میبرن، و زندان که برای زندانی کردن میبرن. یعنی این جاها رو اینها میشناسن. زندان تبریز رو من میشناسم، اداره اطلاعات رو، اتاق با مثلا اون سالونی که یه
سالن بود، داخلش اتاقچهای کوچیکی بود که بازجویی می شدیم، انفرادی ها. اونجا رو میشناسم، در ورودی اونجا رو میشناسم دیگه، ولی نمیدونم که این اون ور در ورودی که حالا 2-3 تا پله میرفت پایین میرسید به اینجا، اون ور چیز چی هستش، چون ما با چشم باز اونجا نمیریم، کاری نداریم که اونجا بریم، ما اطلاعات اونجا رو نمیدونیم. ولی خب اونهایی که اونجا جاسوسی میکنن، اونها اطلاعات اونجا رو دادن. یه روزی اگر لازم باشه اسرائیل اونجا رو میزنه، آمریکا اونجا رو میزنه. ما که به جاسوس متهم شدیم اینها رو نمیدیم. به هر حال امروز از بحث کتاب خیلی رفتیم به سمت سیاست، برای اینکه اصلا سیاست کتاب نگاه کنید، خود زبان سیاسته. شما وقتی دارید میگید که اولین چیزی که الله ایجاد کرد صدا بود و زبان بود، یعنی این زبان اصله. یا میگید قبل از خلق انسان زبان وجود داشت و قدیم بود، دوباره سیاسته. خب اینجا یک زبانی میاد، یه عده‌ای میان میگن آقا نه شما حق زبان ندارید. خب اینجا سیاست دیگه، درگیری میفته و ما در این کتاب ها با این آشنا میشیم. به هر حال روزتون بخیر، امیدوارم